ساخته شده، چقدر زیبا، چقدر مقبول و چقدر عالی که زیباییشان دیگه واقعا چه قسم براتون بگویم، آدم با وجد میاره. کاش که خانه اینجا داشته باشم. چقدر زیبا جور کردن این ساختمانه که رنگ پیش رویش سیاه هست. واواره میشناسیم. البته خصوصا دوستان عزیز کسایی که در خیرخانه هستن، کسایی بیرون از خیرخانه هم هستن میاین همون زیاد. سلام درود نثار شما دوستان و عزیزان. انشالله که خوب و سلامت و سرحال باشین و زندگیتون هم به خوبی خوشیوار سپری شود. دوستان نهایت گرامی در جاده هتل پروانه کابل هستیم. شما ببینید چه ساختمان‌هایی ساخته شده، چقدر زیبا، چقدر مقبول و چقدر عالی که زیباییشان دیگه واقعا چه قسم براتون بگویم، آدم با وجد میاره. کاش که خانه اینجا داشته باشم. چقدر زیبا جور کردن این ساختمانه که رنگ پیش رویش سیاه هست و اگر شما نکنم از کاشی و سنگ ساخته شده. نه واقعا یک جایی که بسیار زیبا و مقبول شده. ما هم دوستان عزیزم تو تصمیم داریم سلو بریم به طرف هتل پروانه شهر کابل. دیگه فعلا هم دوستان عزیز پیش آسکریم و شیریخ واوا هستیم که مطمئنا دیگه همگیتون دوستان عزیز آسکریم و شیریخ واوا را میشناسیم. البته خصوصا دوستان عزیز کسایی که در خیرخانه هستن، کسایی بیرون از خیرخانه هم هستن میاین همون زیادتر دوستایی که در خیرخانه هستن با نام هزیجه آشنا هستن. یک فضایی که بسیار خوبش زیبا دوستان عزیز جور کرده این بخش شیریخ واوا و واقعا یک شیریخ مزه دارم داره دوستان عزیز، آیسکریم مزه دار و حتی فست فود هم داره، برگر و از این چیزا اگر بخواهیم. گل‌ها رو ببینید چقدر خوبش دوستان عزیز ساخته شده و جور شده. البته ساختن دیگه جور شده و چقدر مقبول هستن دوستان عزیز. آفتاب بسیار تیز است و ما هم دیگه اونقدر تاب طاقت آوردن این آفتاب نداریم. ترجیح میدیم بریم اون طرف سرک که اون طرف یک ذره سایه هست چون آفتاب از اون طرف میتابه دوستان. اگر با این ساختمان ها باشیم اونقدر باز دیگه اذیت ما نمیکنه، یعنی یک لایه از سایه باز ما را میپوشاند. خانه های زیبایی بخشیم دوستان چقدر مقبول و زیبا هستن. شفاخانه عقلی و عصبی سینوها را دوستان عزیز در این بخش میبینین که ما در ویدیو قبلی هم گفتم براتون دوستان عزیز که سینوها کی بود؟ سینوها همون طبیب یا دکتر مخصوص درباره فرعون بود در زمان بنی اسرائیل، یا که در زمان کی براتون بگیم دوستان عزیز حضرت یوسف علیه السلام. شما اگر سریال حضرت یوسف علیه السلام دیده باشین از زمانی که اون پادشاه مریض میشه میگن سینوها را خبر کنین، باز پادشاه به سینوها میگه که سینوها مگم تو دربار مخصوص ما نیستی، یک راه و چاره بیندش. سینوها دوستان عزیز طبیب خاص و جراح اعصاب و مغز بود که روش بسیار جالبه دوستان عزیز به خاطر چی میگن همون جراحی مغز داشتن که اگر خواستین باز رو میتونین دیگه در خودتان جستجو کنین و ببینین که چی بود. Mega more content.
بیام شاگردای مکاتب دوستان عزیز از مکتب رخصت شده بودن و به طرف خانه دیگه میرفتن. شما این خانه های زیبا رو بینید دوستان عزیز که جور شدن. واقعا چقدر مقبول هستن دوستان عزیز. یک بزرگان پیشرویشون دارن، یک دانشگاه مکتب است. نه یک مکتب نیست، اکادمی است، یعنی کورس است دیگه. به حساب اکادمی کاموار که زبانهای خارجی را تدریس میکنه. همه جا دوستان عزیز سبز شده و آواز چرچر پرندگان هم به گوشا میرسه، خصوصا در این منطقه سرسبز کابل. ببین دوستان عزیز هر کس پیش روی خانه خود چک باغ که زیبایی جور کرده و اون چوکیه کار مانده دیگه. فقط خوراک برسچاشت از دوستان عزیز که آدم یکو پاشی کنه زیر سایه از درخت ها قرار لم بته و کتاب بخونه یا که خواب کنه یا هر چی در زیر سایه درخت ها دوستان عزیز کیف میکنه، خصوصا وقتی که نمناک باشه. بادم میزنه دوستان عزیز که همتون فضا را زیباتر میسازه. بارانه های کابل هم دوستان عزیز و کل افغانستان دیگه کم کم تموم شد. البته در کل نه، شب هواشناسی را دیدم که در طرف های شمال کابل بارندگی ها هست، در طرف های شمال تر یعنی طرف های مزار شریف کوهی شب میگن طوفان بود. اگر ما این طرف ها دوستان عزیز قسم که قرار شاهد هستیم، گپ جدی یا خاصه نیست و همه چیز به صورت عادی هست. در ضمن هوا هم گرم هست. خوب دوستان عزیز یک ذره یک دورتر بودیم از هتل پروان، گفتیم بریم یک ذره نزدیک باز دوباره ویدیو بگیریم را براتون خسته کن نباشه. هتل کاخ سلطنتی 1001 شب در تصویر همچنان مشاهده میکنین. همونطور که دوستان عزیز به پیش بریم. هتل پروان هم معلوم میشه. هتل پروان دوستان عزیز یک هتل عروسی هست و منطقه هم ببینم نامگذاری شده هتل پروان میگه نشه و دواسازی ها و دواخانه های زیاده درجه وجود داره. خب دوستان ما گرامی نیم از هتل پروان انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.
منم پیش از گفتم